محرم که میشد مادر خدا بیامرزم یه علم کوچیک سیاه میزد سر در خونه. پیرن سیاه تنمون میکرد. میگفت اگه این پیرنای سیاهو از دست بدیم همه چیزمونو از دست میدیم. بساط تکیه رو از انبار بیارید بیرون، تکیه رو راه بندازید. ماه محرمه، عزاداری سالار شهیدان. کربلا کربلا ما داریم میامیم. بابام تکیه‌دار امام حسین، عاشق امام حسین. اسم منم گذاشت امیر حسین. ما شدیم دیوونه حسین، عاشق حسین. نام حسین یعنی غربت، یعنی مظلومیت، یعنی تنهایی تنهایی تنهایی. همه حجت مسلمانی من حسین ابن علی است. یا امام حسین، من عزاداری تو رو دوست دارم. این سال ماه محرم مثل سالهای قبل نیست. انشالله همه چی درست میشه. انشالله خدا به هممون توفیق بده که عشق آقا امام حسین علیه السلام در قلب و روح اون جاری و ساری باشه.